الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. روز جمعه یکی از پرفضیلت ترین روزه ها می باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه، بهترین روزی که آفتاب بر سری از او طلوع نمود روز جمعه می باشد. فیه خلق آدم، در این روز آدم علیه السلام آفریده شد. و فیه ادخل الجنه، و در این روز داخل جنت کرده شد. و فیه اخرج منها، و در این روز از جنت بیرون کرده شد. حدیث در صحیح مسلم. و همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که قیامت هم در این روز قائم میشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند در روز جمعه ساعتی است که بنده مؤمن اگر او ساعت را دریابد و موافقه کند و چیزی را از الله تعالی طلب بکند برش میدهد. و آرای اکثر علما بر این است که ساعت بعد از نماز عصر جمعه تا به غروب آفتاب روز جمعه ادامه می داشته باشه. و روز جمعه هم عید مسلمان ها معرفی شده. سوم عید روز جمعه می باشه. حدیث در سنن ابن ماجه و بعضی علما تصحیح هم می کنند. البته در روز عیدهای فطر و عید قربان ثابت است که صحابه کرام دیگر را تبریک عرض می کردن، اما این چیز در روز جمعه ثبوت نداره. پس عبادات ما توقیفی است، یعنی چیزی که از طرف شرع ثبوت داره و خیر القرون صحابه و تابعین و تبع تابعین را عمل انجام دادن، ما هم به نقش و قدم از اونها و عمل انجام میدهیم. و چیزی که از اونها ثبوت نداره، تبریکی یا تهنیت عرض کردن روز جمعه و رساله ها و نامه ها فرستادن، نامه های تبریکی، از اونها ثبوت نداره. ما هم عبادتی را از نزد خود اختراع نمیکنیم، ایجاد نمیکنیم و کدام اساسی هم نداره تبریکی روز جمعه. به خاطر مسلمان از این خودداری کند.